دوستانی که سوال داشتن در مورد نحوه برداشتش، این که اون قسمت سبز گیاهه که مصرف خوراکی داره و تفاوت داره. مرحله بعدشه که اول ریشه رو یک تیکه به این صورت برش میخوره و بعد از برش میخوره دیگه شیر گیاه شروع میکنه به خود به خارج شدن. الان این شیر داره از گیاه، از اگه توجه کنید داخلی داره خودش میزنه بیرون. مثلا میجوشه از توی ریشه داره میجوشه میاد بالا که با یک تایم مثلا 5 ساعته این خارج میشه که بعد از 5 ساعت به این صورت از روی گیاه برداشته میشه. این برش بعدی که خورده میشه باز میره برای مرحله بعد که این شیر بزنه از داخل اینا، مرحله به مرحله شیر بزنه بیرون از داخل این. یک ذره شیر میزنه بیرون که تایم زمانیش 5 ساعت زمانی بره. همونجوری که مشاهده میکنید الان باز داره همون اون نقطه های سفیدی که شما دارین الان توی فیلم نگاه میکنین، اون شیریه که تازه داره میزنه که با چاقو